به آقایون ارتش و سپاهیان و بسیجیان و قوای نظامی و انتظامی که اینهایی که در خیابان میان و زندگی بهتر، زندگی که واقعا باید لایقشون باشه میخوان، اینا خواهران، برادران، فرزندان، خانواده های شما هستند. شما فکر فرزندان خودتون و خانواده های خودتون رو بکنین که در فردای ایرانی آزاد بتونن با دوستی هم میهنان با هم صحبت کنن. اینو فراموش نکنید و الان موقعش هست که حس کردید که واقعا مردم زندگی بهتر و ایران بهتری رو میخوان. و اون چیزی که میخوام همیشه تکرار میکنم که نور بر تاریکی پیروز خواهد.